سلام و وقت بخیر. شورای امنیت ملی میگوید حمدالله محب به منظور ارزیابی وضعیت امنیتی به ولایت بلخ سفر کرده. به طی این سفر ضمن ملاقات با مقامات امنیتی با والیان بلخ، بغلان، کندوز، تخار، بدخشان، فاریاب، سمنگان، سرپل و جوزجان دیدار خواهد کرد. رئیس جرگه امروز برای بار دوم طرح بودجه سال مالی 1400 را رد کرد. رئیس این جرگه گفت وکلا تا وقت به این بودجه رای مثبت نخواهد داد تا طرح یکسانسازی معاشات دولتی در آن گنجانیده نشود. سفیر اتحادیه اروپا در کابل میگوید موضوعات صلح افغانستان را از نزدیک دنبال میکند و خواهان حفظ نظام جمهوریت و قانون اساسی است. حمله بر یک ورکشاپ نیروهای امنیتی در کندهار با کشته شدن 4 حمله کننده پایان یافت. فرید مشعل آمر امنیت کندهار میگوید در این درگیری که 3 ساعت دوام کرد 2 تن از نیروهای امنیتی نیز مجروح شدند. و زعفران افغانستان یک بار دیگر از سوی انستیتوت جهانی ذائقه اتحادیه اروپا با گرفتن 3 ستاره اطلاعی مقام اول را از آن خود کرد. افغانستان قبل از این نیز این مقام را چند بار کسب کرده بود.